چطور با هوش مصنوعی چت جی پی تی و جیمینای عکس‌های بسیار زیاد به طور کاملا رایگان بسازیم. وارد مرورگر تلفنتان شوین. زمانی که وارد شدین در این سایت به این دوستان عزیز وارد سایت arena.ai شوین. زمانی که وارد شدین از اینجا بالا این گزینه بزنین. بالا از این گزینه که زدین این گزینه آخر رو دایرکت انتخاب بکنین. بعد از اینکه انتخاب کردین این باکس در اینجا به شما اضافه میشه. زمانی که اضافه شد بالا از این کلیک بکنین. بعد از این کلیک کردین اینجا شما دوستان میتونین انتخاب بکنین که از کدام هوش مصنوعی میخواین استفاده کنین، به خاطر صحبت کردن یا به خاطر کد تولید کردن یا به خاطر ساختن عکس یا به خاطر سرچ کردن. من اینجا فرضاً میخوایم یک عکس تولید بکنم، بالا ایمیج میزنم. بعد اینکه بالا ایمیج داره میره دوستان عزیز به شما مدل های هوش مصنوعی نشان میده. اینجا مدل های هوش مصنوعی چت جی پی تی هم دوستان عزیز ببینین. بالاتر یعنی هوش مصنوعی جی پی تی ایمیج داش 1 هوش مصنوعی چت جی پی تی دوستان عزیز و دیگه هوش مصنوعی که به شما نشان میده دوستان عزیز ببینین. جیمینی هم دیگه است، فلاکس هم دیگه است. من میخوایم فرضاً با هوش مصنوعی چت جی پی تی یک دونه عکس تولید بکنم. بالاش کلیک میکنم و اینجا من برش متن بخوره نوشته میکنم. من ویدیو رو ختم میکنم تا وقت شما ضایع نشه. دوستان عزیز من متن بخوره نوشتم و برش فرستادم. منتظر میباشیم که عکس بسازه برای ما. ببینید دوستان عزیز عکسی که میخواستیم برای ما ساخت. مثلا من یک عکس دیگه هم میخوایم بسازم، برش نوشته میکنم، برش میفرستم. بازم منتظر میباشم. این دوستان عزیز عکس دیگه هم ساخت برای ما. همینطور میتونید شما عکس‌های نامحدود عکسی که دوست داشتین بسازین با یه وبسایت. دوستان عزیز اگر این سایت شما پیدا نتونستین برای کامنت باید من لینکش به شما ارسال میکنم. لطفا دوستان عزیز ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو فشار بدید تا ویدیوهای جدید ما را دست ندهید.